президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп муаллими раҳошуда Марк Фогелро дар даҳлези қасри сафед пешвоз гирифт. او امشب انسانی خوشبخت است. ما افتخار داریم که شما را در قصر سفید پذیرایی کنیم. میخواهم به شما رسانم که من قهرمان نیستم. پرزیدنت ترامپ قهرمان است. مقامداران خدمات دیپلماتی قهرمان هستند. وکیلان مردمی و سناتورانی که برای بازگردان و حمایت از من قانون قبول کردند قهرمان هستند. من از همه آنها قرض دارم. فوگل سال 2021 با 17 گرم روغن بانکدانه هندی در فرودگاه مسکو دستگیر شده با جرم نگهداشت و قاچاق مواد مخدر به مدت 14 سال از آزادی محروم شد. وکیل فوگل میگوید استفاده روغن بانکدانه برای طبابت در ایالت پنسیلوانیا غیر قانونی دانسته نمی شود. از این رو از روی این قانون ها او بیگناه است. رهایی فوگل به زمان راست آمد که ترامپ میخواهد روابط واشنگتن و مسکو بهبود یابد. او رهایی فوگل را همچون نیتی نیکی مسکو ستایش کرد. روسیه معامله خوب نشان داد. امیدوارم این یک آغاز احیای روابط خواهد بود که به ما امکان می‌دهد جنگ را خاتمه بخشیم و میلیون ها جوان دیگر کشته نشوند. آنها میلیون ها نفر را از دست دادند. آنها در یک مدت کوتاه احتمالاً 1.5 میلیون سرباز را تلف دادند. ما باید این جنگ را متوقف کنیم. در صحبت با خبرگزاری ریترز وکیل فوگل مارتین دلوکا گفت که ظاهراً با انتخاب ترامپ به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فضای مذاکرات برای رهایی فوگل بیشتر فراهم شد.